هر کسی که عاشق میشه خواهرش هم عاشق معشوقه شده. من یک روز یک مسئله گفت استاد یک سوال کنم، گفتم ما سوال کن. گفت خفه نمیشین؟ من گفتم نه، باز اگه جواب دادم تو هم خفه نشو. همین پروتکل سه. گفت مثلا من در 15 سال یک دختر گپ به تو عاشق شوم، من گفتم در 15 زراعت خوراک تو هم گپ میتن سرش عاشق میشن. وقتی که سر خور دیگرا خوش هستی که عاشق شوی، با سر خوراک خودت هم کس عاشق شد باز خفه نشو، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوز جو. اگر میخوای کسون خواهرت به نظر بد سهل نکنه، سون خواهر کس به نظر بد سهل نکن. بگو خواهر ما است، خلاص سرت پایین پرتو، ان شاء الله تعالی سون خواهر تو هم کس سهل نمیکنه. نمیخوای سون مادرت کس سهل کنه، سون مادر کس به نظر بد سهل نکن. اگر میخوای که سون ناموست زن خانمت کس به نظر بد سهل نکنه، طرف ناموس کس به نظر بد سهل نکن. اگر میخوای مثلا سر خواهرت به طرفش کس به نظر بد سهل نکنه، طرف خواهر کس به نظر بد سهل نکن. خواهر هر کس بگی خواهرم است، مادرم است، اینمی هم انما المؤمنون اخوه، این خواهرم است، خواهر پنجمی است. هر دختر مسلمان خواهر چی ما و شماست؟ پنجمی.